یه توهم دیگه ای هم ایشان داشتش که گمان میکرد که جزئی از نظام انقلاب و خط امامه و به این دلیل که جزئی از نظام و امام و خط امام هستش حتی در بعضی از دوستانشون این رو ابایی نداشتن بگن که از رهبری هم مثلا به امام نزدیکتره، در حالی که ما این رو خیلی شوخی میکردیم در جلساتمون، میگفتیم که اگر دوپینگای روزانه امام نبود در زمانی که ایشان نخست وزیر بود، ایشان همون کار جاری کشور رو نمیتونستن انجام بدن و حمایت های روزانه امام باعث میشد که ایشان بتونن کارهای جاری رو انجام بدن. اما در این حال ایشان تصورشون بود که این خط امام یک ملک رسمی ایشانه و ایشان زیر این عنوان میتونن آراء مردمی رو که واقعا به امام علاقمندن. یکی از اونها جلسه مشترکی بود که آقای مهندس موسوی و آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی روز شنبه درست روز بعد از انتخابات برگزار کردن. تو این روز حمایت بسیار جدی از آقای مهندس موسوی شکل گرفت توسط این مجموعه. بعد از همونجا به حوزه علمی قم پیغام داده شد که شما اگر حمایت بکنید در این شرایط بسیار مهمه. بعضی از مراجع از حوزه علمی قم آیت الله ثانی پیغام دادن که شما از ما بخواید ما حمایت میکنیم. نامه نوشتن به آیت الله ثانی و به بقیه مراجع که حمایت حوزه علمی قم رو بگیرن. مجمع روحانیون مبارز همون روز بعد از ظهر جلسه گذاشت و در جلسهش ابطال انتخابات رو خواست. انتخاباتی که با اون 40 میلیون رأی انتخابات داشت، ابطال انتخابات رو خواست. این مجموعه من فکر میکنم آقای مهندس موسوی بازی یکی از توهمات جدیش بود که تصور میکرد این مجموعه‌ای هستن که به خاطر خود آقای موسوی، به خاطر دیدگاه‌های آقای موسوی، به خاطر مبانی و بیانیه‌های آقای موسوی علاقمندن، در حالی که واقعاً این که آقای موسوی رو تنها نمیگذاشتن اینها اساساً به خاطر منافع خودشون. من معتقدم که اینجا عرض پوزش دارم از همه که این دو سه نفر که اسم دارم، واقعا قصد اهانت و جسارت ندارم، اما از روی اعتقاد دارم این نکته رو میگم. آقای مهندس موسوی از سر نادانی وارد این ماجرا شد، آقای خاتمی از سر خیانت وارد این ماجرا شد، آقای هاشمی رفسنجانی از سر انتقام گیری وارد این ماجرا شد. واقعا آقای موسوی نمیدونست مملکت چه خبره، این میشد حدس زد و به همین دلیل من میگم از سر نادانی. آقای خاتمی درست برعکس اقتدار دولت، اقتدار نظام، اقتدار قدرت‌های انتظامی، نظامی، قضایی، اقتدار معنوی امام توی کشور، اینا همه رو میدونست، ولی در این حال برای انتقام از شکست خودش که اون شرایط حمایت از آقای موسوی کرده بود، آقای موسوی رو بر این طبل به کوبیدن وادار کرد و حمایت کرد. آقای هاشمی رفسنجانی هم که من معتقدم انتقام از آقای احمدی نژاد در مرحله اول به دلیل اختلافات این چند ساله و درگیری هایی که با هم دیگه داشتن و به نوعی هم انتقامی از رهبری من تلقی میکنم، یعنی در حقیقت با واسطه انتقام از رهبری، بدون واسطه انتقام از آقای احمدی نژاد، که اینها دلایل این اتفاقات بود، نه اینکه واقعا تصور این باشه که این توهم برای آقای موسوی پیش بیاد که این حمایت های کاملا. به خصوص توی این انتخابات من روی قدرت و اختیار و در فعالیت آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر تاکید میکنم و حزب کارگزاران، چون حزب کارگزاران و آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر امکانات سیاسی و مالی فراوانی داشتن. برای آقای هاشمی رفسنجانی رقابت با آقای احمدی نژاد و نبودن آقای احمدی نژاد یک اصل غیر قابل، یک اصلی بود که به هر دلیلی اگر میتوانست به این اصل برسه براش تلاش میکرد. در اینجا جریان حزب کارگزاران، جریان آقای هاشمی رفسنجانی رو جریان غالبی میدونم. سال خودم تو مجمع روحانیون مبارز بودم که وابسته به امامه، همه روحانی بودن. آقای مجید انصاری بود که حالا نمیدونم اینا بالاخره پخش بکنن یا نکنن، ولی بالاخره نکته قابل جالبی بود. آقای مجید انصاری بود که عضو مجمع تشخیص مصلحت و عضو دفتر امام، دنبال نوشتن یک بیانیه بود به سرعت راجع به حمایت از آقای موسوی همون روز شنبه، و بعد میگفت فوری اینو ما میذاریم روی سایت مجمع،
2 دقیقه بعدش سایت قلم نیوز که باز مال آقای مهندس موسوی بود و یکی از طرفداران ارزشی مسئولش بود، اونجا که گذاشتن بعد گفتیم چی میشه، گفتش بعدش 3 دقیقه از روی سایت قلم نیوز زیرنویس BBC میشه. یعنی این مسیر با این سرعت شکل میگیره برای یک مجموعه حتی جریان ارزشی.